سلام، سالمتر باشید. آقا یه اتفاق عجیب، ایشون راست میگه. آقا خیلی مخلصیم. صبح به صبح ناشتا حتما یه پیمونه زردچوبه و یه آب ولرم و ناشتا با هم قاطی کنین. الان میگم چرا. بهترین دارو، راست بهترین میگه. دارویی که برای سلامتی بدنتون معجزه‌گر هستش. راست میگه. معجزه. خیلی کارها میکنه این الان میگم. زردچوبه که شما شاید بدونید و شاید هم ندونید. صبح به صبح ناشتا، صبح به صبح. این زردچوبه رو با آب ولرم، به 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 به. اگه بدونید چی هستش این نمیدونید، من میدونم. هیچ وقت فراموش نمیکنه. یا علی ایشون راست میگن. صبح به صبح ناشتا اونو بخورید. منم نمیدونستم، رفتم خوندم، تحقیق کردم، دست پر اومدم. ببینید که چه ها میکنه. هر روز نصف قاشق چای خوری زردچوبه بخورید تا این 10 اتفاق در بدنتان اتفاق بیفتد. زردچوبه برای مبارزه با التهاب واکنش طبیعی بدن نسبت به باکتری ها، سموم و ضرب است. سلول های آسیب دیده توسط این عوامل یه سری مواد شیمیایی ترشح میکنن که اینجا نوشتم. این مواد شیمیایی موجب تورم و التهاب میشود. اون تورمی که کشور ما دوچارشه، نه ها، یا تورمی دیگه، تورمی که توی بدن اتفاق افتاده. برو دیگه. کورکومین که از اجزای فعال زردچوبه است، توی 6 آزمایش انسانی قابل اطمینان تشخیص داده شده است. کورکومین جان، ما خودمون کرکوپرمون ریخته، البته به غیر از این داشمون، و معلوم شده فعالیت ضد التهابی دارد. بله، خواص آنتی اکسیدانی زردچوبه. کورکومین یک آنتی اکسیدان قوی هم در ترکیب و هم به تنهایی است. این ماده با از کار انداختن رادیکال های آزاد به جنگ علیه استرس اکسیداتیو کمک می‌کند که برای سم‌زدایی بدن و کمک به ترمیم خودش مهم و ضروریه. همچنین کورکومین آنزیم‌های آنتی اکسیدانی خود بدن رو هم افزایش میده و اونا رو هم فراهم میکنه. چی بود این زردچوبه؟ بهبود عملکرد مغز با زردچوبه. بدن شما هورمونی به نام BDNF تولید میکنه که نقش مهم تو تقسیم و تکثیر نورون ها رو داره. تولید BDNF با بالا رفتن سن و استرس کاهش پیدا میکنه. زردچوبه میتونه با افزایش تولید و عملکرد این هورمون تأثیرات کاهش ادراک که مربوط به سن هستن رو معکوس کنه و در نتیجه حافظه رو تقویت کنه و قابلیت مغز رو افزایش بده. یه جورایی بهتون جاودانگی شاید بده. همین زردچوبه، خواص زردچوبه برای مبارزه با بیماری‌های مغزی مثل تباهی مغز و اعصاب، آلزایمر و پارکینسون با کاهش BDNF در ارتباطن. همونطور که گفتم، زردچوبه میتونه به تقویت BDNF کمک کنه و از شما در برابر بیماری‌های مغزی به طور مؤثر محافظت کنه. زردچوبه برای کاهش بیماری‌های قلبی به سلامت دیواره رگ‌های خونی مربوطه. استرس اکسیداتیو و کلسترول میتونن خاصیت ارتجاعی این لایه استرس اکسیداتیو چیه؟ ببینم. 2 hours later. راستیتش خیلی خوندم درباره استرس اکسیداتیو، ولی خب خیلی پیچیده است و خیلی اصطلاحات پزشکی داره. اما باور بر این است که در انسان استرس اکسیداتیو در بروز اختلال کم توجهی بیش فعالی، سرطان، پارکینسون، بیماری لافورا، آلزایمر، تصلب شرابین، نارسایی قلب، سکته قلبی، سندروم ایکس شکننده، اصلا اینا چیه؟ کمخونی داسی شکل، لیکونپلان، PC، اوتیسم، عفونت‌ها، سندروم خستگی مزمن و اختلال افسردگی اساسی نقش دارد و به نظر می‌رسد یکی از ویژگی‌های مبتلایان به نشانگان آسپرگر نیز باشد. ببین، استرس اکسیداتیو من نمیدونم چیه. خیلی چیزای پیچیده‌ای دربارش نوشته، اما خیلی چیز مهمیه. یه دونه فقط همین استرس اکسیداتیو چقدر برای این مفیده. استرس اکسیداتیو و کلسترول میتونه خاصیت ارتجاعی این لایه ها رو کاهش بده و منجر به مشکلات جدی برای سلامتی بشه. همون لایه های رگه های خونی قلب و اینا. زردچوبه در پیشگیری از بیماری قلبی نتایج خوبی داره. در حقیقت قابل مقایسه با داروی آتروواستاتین می باشد. میدونید چی میگم؟ به جای اینکه دارو بخوری میتونی زردچوبه بخوری. ناشتا هر روز مثل اون دوست
همچنین در حفظ سلامت بهینه اندوتلیوم یا لایه درونرگی درست به اندازه ورزش مفیده. پیشگیری از آلزایمر با مصرف زردچوبه. آلزایمر از تشکیل پلاک‌های آمیلوئید و راه یافتنش به مغزه. این پلاک‌ها نتیجه از دست رفتن نورون‌های استیلکولین در بخش بنیادی قدامی مغز بیماران مبتلا به آلزایمره. ببین منم نمیفهمم چی داره میگه ولی خیلی چیز مهمی داره میگه. درسته؟ بگو که داره یه چیز مهمی میگه. زردچوبه با پاک کردن پلاک‌های آمیلوئید به درمان آلزایمر کمک میکنه. این کار با جذب و بلعیدن پلاک‌ها توسط ماکروفاژها صورت میگیره. نمیفهمم یعنی چی ولی خیلی خوبه، خیلی مهمه. زردچوبه بخورید، خیلی خوبه، بخورید. خاصیت زردچوبه در برابر بیماری‌های مزمن، التهاب کوتاه مدت برای مبارزه و پیشگیری از بیماری مهم و ضروریه. اما التهاب طولانی مدت میتونه موجب بیماری و در نتیجه مرگ زودرس بشه. زردچوبه با کاهش التهاب از علائم بیماری‌های مزمن پیشگیری کرده و درمانشون میکنه. درمان آرتریت با زردچوبه. آرتریت التهاب مفاصل. خب زردچوبه با مبارزه علیه التهاب میتونه درد رو کاهش بده و به بیماران امکان حرکت دوباره بده. بهتر از همه عوارض جانبی منفی داروها رو نداره و برای همین راه حل ایمن و طولانی مدت برای این بیماری دردناکه. صبح به صبح ناشتا. ببین این ویدیو رو همه که داشتن نگاه می‌کردن تنها چیزی که بهش فکر کردن اینه که این دوستمون هیکلش خیلی گنده است، چه می‌دونم گردن نداره، پشمش خیلی زیاده، صبح به صبح ناشتا، ولی نگفتن که خب آقا این داره میگه درباره زردچوبه چیا داره. شاید توی زندگیمون خیلی از این اتفاقا میفته که ما فقط به اون جنبه فانش نگاه میکنیم ولی به اون جنبه آموزشیش نگاه نمیکنیم که بفهمیم آقا این چی داره میگه. شاید یه حرف مهمی داره میزنه و اون بنده خدا داشت حرف مهمی میزنه. ما فقط مسخره کردن رو یاد گرفتیم، یاد گرفتن رو یاد نگرفتیم. سوسماز gönlümün yarası. بریم ادامه بحثمون. فواید ضد سرطان زردچوبه. زردچوبه در پیشگیری از سرطان‌های سیستم گوارشی مفید و مؤثر است. این ادویه خوب از گسترش تومور پیشگیری می‌کند. زردچوبه کامل نسبت به ترکیب فعالش کرکمین که اغلب در مکمل‌هاش جداسازی شده خواص پیشگیرانه بیشتری در برابر سرطان داره. جلوی سرطان رو میگیره. میفهمی چی میگم؟ خواص زردچوبه در درمان افسردگی. بیشتر داروهایی که برای درمان افسردگی تجویز میشن اثرات جانبی خطرناکی دارن، مثل اندیشه پردازی خودکشی یا سایر ناهنجاری‌های روانپریشی. حتی بعضی از داروهای افسردگی تشنج‌زا هم هستن. اینو از یه پزشک شنیدم. خب اما زردچوبه در واقع فقط اثرات مثبت روی سلامت روانو داره و معمولا به اندازه پروزاک که به عنوان داروی ضد افسردگی تجویز میشه مؤثره. ببین از روی متن دارم برات میخونم. زردچوبه افزودنی فوق‌العاده‌ای به ترکیبات ادویه‌ای میباشد، اما یک چای گیاهی عالی نیز هست. این چای خوش‌طعم و سالم رو به عنوان شیر طلایی بنوشید. تمام شیر طلایی بهترین لقب و صفتی که میشه به زردچوبه داد. شیر طلایی. حالا بگو حالا بگو گردنش کجاست، حالا بگو پشم. هممون اونجوریم، منم اونجوریم. سعی کنید سالم‌تر باشید. سابسکرایب هم یادتون نره. تا درودی دیگر بدرود. این ویدیو رو هم ببین.